geldik şerrecini ezdekim kurdi uramani bemrine yare gella giunta dijiye kintiya popular iro geldikin şerrecini ezdekim kurdi uramani. امروز توده ها برای زندگی می جنگند. نیروی من را گرداریم، بساط کهن را بروبیم. مرگ بر دشمنان مردم، زنده باد دنیای نوین. برافرازید برافرازید پرچم آزادی را، برافرازید بگسلید زنجیرهای جور و ستم، برافرازید پرچم آزادی را. بشکینین زنجیر زورداری سرفراز کن سرفراز کن سرفراز کن آزادی براندن بگیری بدناکی هاتنامه ببی سوسیالیزم و سبجی ایرو خوشتر جیبه بحران‌ها خلاصی نخواهند یافت. تنها عزم ماست که سوسیالیسم را برپا می‌دارد. دست در دست هم فردای خوشی خواهیم داشت. آینده از آن ماست. بحران‌ها خلاصی نخواهند یافت. تنها عزم ماست که سوسیالیسم را برپا می‌دارد. دست در دست هم فردای خوشی خواهیم داشت. آینده از آن ماست. سرفراز کن آلا آزادی سرفراز کن سرفراز کن بشکینین زنجیر زورداری سرفراز کن سرفراز کن سرفراز کن. آی ژینا آی مهسا سخن ز عاطفه های قشنگ باید گفت، سخن ز زیبایی که
آفتاب درخشان جان زنده ماست. ستاره ها به تماشای عشق آمده اند و باغ‌های انار بهار تازه تری را سلام میگویند. تو از کدام طرف آمدی به خانه من که شور شعر زنان زمانه‌ام با توست؟ سخن سرای صمیمی باغ ما، ژینا. من از تغزل مانای مردم گیلم، من از ترانه تابان جان کردستان. تمام هستی سرسبز عاشقانه من تو را صدا زده است و مثل زمزمه جویبار تابستان ستاره باران است. به رنگ اسم خودت هستی، به رنگ زندگی و زن، به رنگ زیبایی که همنشین سلام و کلام آزادی است. تو نیستی که ببینی چه آتشی به دل عاشقان آب زدی. جهان به جان جوانت پیام تازه نوشت و نام تو به سرود سپیده ها پیوست. تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی. من جاده رو برات صاف میکنم، هرچی سرابر و پراب میکنم، بیا بری. من از رومین و بمبوس شنزار میدوم، جای کمرت شلاق میخورم، بیا بری. بعد ما بارون میباره از آزادی، پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی. ما بریم تو سینه ها رگبار و آهن نیست، دیگه هیچ خاکستری از جنس آدم نیست. من بالا تو برات باز میکنم، با تو تو تاریکی پرواز میکنم، بیا بری. من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم، بیا بری. بعد ما بارون میباره از آزادی، پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی. ما بریم تو سینه ها رگبار و آهن.
تکفیر میکنی گلو به جرم انتشار عطر، خط میزنی فواره رو قطره به قطره سطر سطر، منو به دار میکشی به اتهام یک نفس، پرنده رو پر میبری در این شب قفس قفس. دیوار میکشی هنوز بین چراغ و چشم من، زنجره ها رو میکشی از ترس هم صدا شدن، رگبار میبندی به ماه، فانوس و گردن میزنی، ستاره پایین میکشی، آینه ها رو میشکنی. با سرد خونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی، با سرد خونه های پر با خشم ما. درودهای من را پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله، یک بار دیگر با پخش زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری در ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که مطلع هستیم فردا 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان هستش و ما میدونیم که انقلابی که در ایران امروز در جریان هستش ناشی از شروعش و جرقش ناشی از خشم و خشونتی بود که رژیم جمهوری اسلامی در طول 43 سال گذشته بر زنان و مردم ایران اعمال داشته و چند روز گذشته هم خبرگزاری CNN پرده از جنایت دیگری از رژیم جمهوری اسلامی برداشت، اینکه در زندانهای جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی علل خصوص زندانیان زن در این شرایط تجاوز میشه. راجع به ارزیابی از انقلاب ایران و همچنین 25 نوامبر و خشونت هایی که بر علیه علل خصوص زنان در زیر سلطه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به اونها اعمال میشه همراه هستیم با رفیق فریدون ناظری، عضو کمیته مرکزی کامله. رفیق فریدون خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون از شما، از بینندگان و از همکارانتون. خیلی خوش اومدید. خب رفیق فریدون، ما در آستانه 25 نوامبر هستیم و روزانه شاهد هستیم که جمهوری اسلامی دست به انواع و اقسام خشونت ها میزنه بر علیه مردم ایران و از جمله زنان که پیش قراولان این انقلاب بودن. نظرتون در این مورد چیه؟ خب جمهوری اسلامی یه حکومت سرمایه‌داری مذهبی بسیار عقب افتاده و بسیار بی‌رحم و خشنه، ولی یکی از ویژگیاش ضدیت بازنه دیگه. وقتی میگن جمهوری اسلامی میگن زنستیز. روز اولی که هنوز اینا قدرت نگرفته بودن، رهبرشون تو نوفل و شاتوی فرانسه کنار پاریس میگفت همه آزادن فلانن، ولی همینی که وضعیت یه طوری شد که امپریالیسم آمریکا ناچار شد ارتشو به تمامی تحویلشون بده و در نتیجه قدرت رو تحویلشون داد، اینا بعد مدت کوتاهی در 17 اسفند که روز جهانی زن هست اعلام کرد که زنای به عنوان مقدمه، واقعا به عنوان گام اولشون، زنایی که در ادارات و وزارتخونه اینا کار میکنن باید با لباس اسلامی برن، با حجاب و فلان. خب زنای آزاده به میدون اومدن، بخشی از مردان برابری طلب هم کمک کردن، ولی خب متاسفانه مردان و سازمان های چپ و کمونیستی اینا اون عکس‌العمل لازم رو نشون ندادن. گفتن ما انقلاب نکردیم که عقب برگردیم. آخوند اومدی تو چی میگی اینا؟ به هر حال 5 روز در شهرهای بزرگ و جمله خوشبختانه در سرندج و مریوان هم
در تهران، رشت، شهرهای دیگه شو یادم نیست، یک مبارزه عظیم شروع شد علیه اینا. از همون لحظه زنا تحت این مبارزات مقاومت کردن. از اون برم هی قانون گذروندن، قانون قصاص، حتی متاسفانه برای مدتی تونستن تا سنگسار هم بکنن. بعداً زیر فشار متوقفش کردن بدون اینکه قانونش رو بردارن. دیگه اینه که خب فقط این نیست که زنا رو اینجوری آزار دادن، اینجوری تحت فشار قرار دادن، دستمزد به کار زن کارگر نمیدن. بعد متاسفانه کارفرماهای عقب افتاده و کثافت، مدیران عقب افتاده و مرتجع توقعات غیر انسانی دارن از زنانی که براشون کار میکنن و در نتیجه فقط زنانی که تونستن مقاومت کنن، مبارزه کنن تو سطح کار اینا موندن، بقیه رفتن خونه هاشون و یا به کار سیاه پرداختن. اتفاقا باید یه نکته رو گفت، اونی که تحت این رژیم جنایتکار زنها همیشه کار بیشتر هم کردن به دلیل فقری که تحمیل کرده بر طبقه کاری، ولی به طور سیاه. زن بی حقوقی که میره کارایی میکنه که هیچ قانونی هیچ چی برش حاکم نیست، 1/3 دستمزد یک کارگر معمولی رو، اونم تو کشور سرمایه زده و اسلام زده مثل ایران که کارفرماش، مخصوصا کارفرمای جدیدی که اومدن، مخصوصا اونایی که جای اون میلیارد دلار رو گرفته که در رفتن، با اون حرص اومده بودن پول جمع کنن فلان کنن، استثمار شدید، دستمزد کم. در همچین شرایطی تازه مردش اون چقدر دستمزد میگرفت، زن 1/3 اونا دستمزد میگرفت. و بعد زنها رو آزار بسیار شدیدتری هم دادن، اونی که ناچار شدن بچه‌هاشون رو بفرستن بازار کار. زن رو کوشش کردن تبدیل کنن فقط به کسی که بچه میاره و خانه‌داری میکنه، از شوهر نگهداری میکنه. از اونم گذشته من فکر میکنم یکی واقعا از اون آزارهای بسیار دردناکی که بر زنان رفتن اینکه بچه‌هاشون رو بفرستن تو خیابونا. دختر بود کوچولو، یه دست گل دستش بگیره و تو اون خیابون، تو سرما، تو گرما، زیر چیز این مأمورین که همیشه مشغول چیزن، سوء استفاده بکنن. من فقط کوتاه بکنم، بحث این نیست که خشونت علیه زنان، تباهش علیه زنان، وگرنه خشونت علیه زن آمریکایی هم هست، زن فرانسوی هم هست، ولی اونجا مبارزات عظیمی که کارگرها کردن، مردم آزاده کردن، خیلی از این حقوق برای زنها به دست آوردن، گرچه با به راست رفتن دنیا در نتیجه بحران و تعمیق بحران سرمایه‌داری بخشن پس گرفتن، مخصوصا بعد از سقوط شوروی. شما ببینید اوکراینی که از پیشرفته ترین بخشای شوروی بود که زناش بسیار فعال در فضا، در زمین، در همه جا پیشتاز، تبدیلشون کردن به برده، عین اسلامی ها برخورد بهشون میکنن. یعنی مقصودم اینه که اونجا هم این ستم هست، ولی در جمهوری اسلامی ستمگرانه ترین برخورد به زن کردن. و خوشبختانه این انقلاب همونطوری که شما صحبت کردید از دل این جنبش مقاومتی و مبارزاتی زنها در اومد، از دل خشم عظیمی که 43 سال گذشته تلمبار شده بود در درون جامعه ما بین زنها به ویژه و زنها مردان برابری طلب هم. خود اصلا مرد غیر برابری طلب هم وقتی که به همسرت، به مادرت، به دختر خواهرت فلان اینجور برخورد میکنی، خودت تو تحقیر نمیشی، خودت تو آزار نمیبینی. مقصودم اینه که از دل این خشم این انقلاب در اومده که امیدواریم سر این جمهوری اسلامی رو بپرونه. بله، خب از تجاوزهایی که در زندان در این دوره میشه، معمولا ما شاهدیم در اوایل انقلابی که خب رژیم جمهوری اسلامی اون رو تصاحب کرد و مردم خب به خصوص زنان اون موقع که شما اشاره کردید 8 مارس با این شعار اومدن به خیابون که نه روسری نه توسری. و در طول همه این سالها نه تنها زنان تمکین نکردن به این ستمی که
بر علیهشون جمهوری اسلامی روا داشته و تن به حجاب ندادن، بلکه مبارزه کردن. و امروز هم ما شاهد هستیم که همین حجاب دوباره میشه گفت که جرقه این انقلاب بود و امروز زنان دوباره اون شعارها رو در خیابون سر میدن. اما خب تجاوزاتی که رژیم به خصوص در این 1-2 ماه گذشته نسبت به زنان زندانی داشته، این یکی از کارهایی بوده که در طول سالهای گذشته در دهه 60، در دهه 80 و مدام انجام داده برای ترس و رعب و وحشت. خب امروز دیگه خیلی این گسترده شده و خبرگزاری CNN با مدرک و مدارکی که جمع کرده اینو واقعا علنی اعلام کرده که به زنان علل خصوص تجاوز میشه. با توجه به اینکه خب این همه مردم در خیابونها حضور دارن و از حقوق زن و آزادی زن و به برابری فریاد میکشن، جمهوری اسلامی در آستانه 25 نوامبر و در شرایطی که اینطور زنان پیشقراولان انقلاب هستند چرا این کار رو انجام داده؟ تجاوز به زن و تجاوز به مردای مبارز هم متاسفانه بچهای جوانی که سال 88 96 98 دستگیر شدن انجام گرفته، این شکنجه است. شما ببینید این مسئله تجاوز به زن فقط لذت بردن مرد نیست، بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامیه. شما اشاره میکنی به این ماها در دوره انقلاب، در بعد انقلاب وقتی که زندانها رو به سلاخونه تبدیل کردن، در تمام دهه 60 تمام دخترانی رو که اعدام کردن، اول یک پاسدار کثافت میرفت میگفت این کله‌قند و فلان من تو رو عقد کردم، چون آخوندها گفته بودن اگه دختری دوشیده بره هیچ وقت به جهنم نمیره، حتما میره به بهشت. ولی خب اینا ضد انقلابن، باید برن جهنم، پس بهشون تجاوز کنیم. یعنی اصلا ما جزئیات اینا رو بعد سرنگونی این رژیم خواهیم فهمید. دیگه فقط اینم نیست، راستش یک عده‌ای که بسیجی میشن فقط این نیست بهشون یخچال اینا اینجور چیزا میدن، این ساندویچ خورا، این فقط این نیست، براشون امکان فراهم کردن تحت عنوان صیغه دخترای جوان محلات خودشون امکانات و اینا رو تصاحب کنن. خیلی رژیم وحشتناکیه، مخصوصا در برابر زنان. ولی فراموش نکنیم این ابزار شکنجه است و زنایی که در زندان ها مورد تجاوز قرار میگیرن عین شکنجه شده ها برای ما محترمن. شکنجه شده است، اون کسی نیست که تسلیم مردی شده باشه، مثل شلر نیست که میتونست از دست یک مأمور کثافت خودشو بندازه بیرون از تو مریوان، از پنجره بندازه و بمیره. هیچ امکانی ندارن، میبندنشون به تخت، تمام حرکاتشون رو میگیرن ازشون. بنابراین شکنجه شدن افتخار باید بکنن که تحت مبارزه‌ای دارن شکنجه میشن که برای آزادی همه این انسان‌ها، برای رفع استثمار، برای فردای بسیار پر از آزادی و رفاه خواهد بود. رفیق فریدون اگر موافق باشین آخرین تصاویری رو که بینندگان برای ما فرستادن ببینیم و برمیگردیم. بله بینندگان عزیز، آخرین تصاویری رو که شما برای ما فرستادید میبینیم و برمیگردیم. همچنین یادآوری کنم که شما از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون هست میتونید در طول شبانه روز از طریق تلگرام با ما در تماس باشید، تصاویر، عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید. همچنین در زمان پخش زنده برنامه میتونید از مهمانان گرامیمون اگر سوالی داشتید بپرسید.
خاموش کن ایرانیه و غیرت ماشین تو خاموش کن ایرانیه و غیرت ماشین تو خاموش کن ایرانیه و غیرت ماشین تو خاموش کن ایرانیه خاموش کن ایرانیه و غیرت ماشین تو خاموش کن ایرانیه و غیرت ماشین تو درودهای دوباره بینندگان عزیز. اون چه که مشاهده کردید تصاویری بوده از اعتصاب عمومی سراسری امروز در ایران و کردستان. رفیق فریدون، خب ما تصاویری رو از اعتصاب امروز دیدیم که کماله مثل همیشه پیشتاز بوده در فراخوان دادن به اعتصاباتی که سربلندانه ازش بیرون میاد و مردم هم به پیشواز این اعتصاب میرن. احزاب از جمله خب تشکیلات ما کامله و یک سری از افراد مستقل سیاسی هم فراخوان داده بودند برای امروز در پشتیبانی از مردم کردستان. نظرتون در مورد این اعتصاب چی بود و ارزیابیتون از این اعتصاب چیه؟ من نظرم اینه که پیشتازی کامله نشونه یک جهش سیاسیه که خب اونم نتیجه اینه که رهبرانی ما داریم بهشون افتخار میکنیم که از دوره قبل از انقلاب، دوره مبارزه مخفی و بعد در دوره مبارزه علنی هم نیشته در رهبری بودن، تیتوش بار اومدن. در تمام این 43 سال تمام زندگیشون و فردی و شخصی و لذت و همه چی رو گذاشتن در اختیار مبارزه و همیشه هم در خطرناکترین نقطه مبارزه قرار گرفته بودن. خب این تیتوشان هم به دلیل تحقیقاتی که کردن در سوسیالیسم علمی و هم در ممارسه‌ای که در مبارزه سیاسی داشتن طوری بار اومدن که واقعا تشخیص عظیم دارن. مثل همون اولین اعتصابی که در کردستان بعد مرگ مهسا اعلام شد و همین تیتوشان به عنوان پیشقراول دادن. اینی که این روزنامه ها و این رادیو تلویزیون های بورژوا کسان دیگر رو به عنوان پیشاهنگ معرفی میکنن، خب این جنسشون اینه. در همین مورد همین کارو کردن. خب باید اینو در دو بخش من بررسی بکنم. یکی اینه که قبل از خود امروز که فراخوان داده میشه، در این شکی نیست که سازمان کردستان حزب یعنی کماله در دل یک دموکراسی که در کردستان به دلیل مبارزه‌ای که با جمهوری اسلامی کرد، به دلیل مقاومتی که در برابر اسلام سیاسی کرد، به دلیل اینی که فوراً فهمید این مسئله آخون نیست، مسئله سرمایه است و سرمایه داری، به همین دلایل یک مبادئی گرفت که مردم کردستان هم بخشن، مخصوصا در جنوب به دنبالش اومدن. به یک فضای دموکراتیک درست شد و در دل این فضای دموکراتیک کامل اجتماعی شد. این فضا برای حزب کمونیست ایران متاسفانه درست نشده. الان دیگه کم کم ممکنه این فراهم شده، بستگی داره ما چقدر ازش استفاده بکنیم. بنابراین کامل است در واقع نیروی محرکه این جریان و این کامله خب هیچ وقت، چون یک حزب واقع‌بین هم هست، فروتن هم هست، نگفته من نفوذ زیاد در ایران دارم، اما اعتماد به نفسی که پیدا کرده تو این مدت به تمام مردم ایران میگه که اعتصاب بکنید، بخش بخش اسم میبره. اعتصاب عمومی در کشوری مثل ایران ما قشنگ میدونستیم، خب معمولا اعتصاب بازاری و صاحبان مغازه و اینا بیشتر نمایان میکنن. خب اینو جمهوری اسلامی هم میتونه جلوشو بگیره، اما اقشار دیگری هم بودن مبارزه کردن. ما تصاویری که داریم هم بازاری هم
اولا کردستان که یک پارچه اعتصاب کردن، از بازاریش گرفته تا اقشار دیگرش، کارگران ساختمانی هم در دل همین چیز دادن که این قاتلان رو بیارید پای دادگاه و ما هم دردی میکنیم با خانواده جان باختگان و به طریق هنوز این کافی نیست، ولی گام اوله، ما تایید میکنیم. مقصودم اینه که در بخشای دیگه هم در خبرهایی که پخش کردیم دقیق نوشتیم بخشن جمعی، چون ببینید اعتصاب دانشجو میتونه راحت اعتصاب بکنه فلان، ولی مغازه‌دار زندگیشو یک لومپن میتونه به هم بریزه. بنابراین لومپن هم سازمان یافته است توسط اونا، بریزن، آتیش بزنن، اموالش رو غارت کنن و همه این عوامل رو ما باید در نظر بگیریم. بنابراین من ارزیابیم اینه که با توجه به مجموعه عکس‌العمل‌های دشخیمانه‌ای که رژیم از خودش نشون میده، عکس‌العمل خوب بود. باید گذشته از اون از طریق بیانیه های متعددی نیروهای بسیار صاحب اتوریته و صاحب منزلتی مثل کانون نویسندگان، مثل زنای مبارز که امروز من اطلاعیه مجمع زنان پیشرو رو دیدم، مثل فرهنگیان، مثل خود کارگران، معلمان هم. بله، شورای سنفی هماهنگی معلمان اینا اطلاعیه دادن، پشتیبانی کردن، گفتن کردستان رو تنها نمیذاریم ما. این اصلا جالب اینه که به عنوان روز اتحاد در ایران ازش یاد شده. یعنی من معتقدم که اعتماد به نفسی که رهبران کمال از خودشون نشون دادن سبب شد که این مبارزه حداقل بتونیم بگیم یک قدم به جلو اومد و اون چه که جنایتی که در کردستان انجام گرفته موجب شکست این سرکوبگران و رژیم و آمران و سران و اینا خواهد شد. اینم خود این هم یک گام به پیشه، یعنی اینی که اومد پشت این اعتصاب، شکست اونم یک گام دیگه خواهد بود پیش. بنابراین من فکر میکنم در نهایت خب نمیشه گفت موفقیت خیلی زیاد داشتیم مثل کردستان یک پارچه بیان، توقع هم نداشتیم، ولی بخشن با موفقیت چشمگیری همراه بود. بله سپاسگزارم. خب رفیق فریدون، در یک هفته گذشته ما شاهدیم که عده‌ای از ملاها و آخوندهای کردستان و 10 روز پیش تقریبا 15 روز پیش مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان یه بیانیه دادن مبنی بر اینکه ما باید رفراندوم انجام بدیم و حق رفراندوم رو برای مردم ایران به رسمیت بشناسن. نظر شما در این مورد چیه؟ به طور کلی مذهب یکی از عوامل ادبار و خرفتی که به بخشی از مردم جامعه تحمیل شده، این یه واقعیته. خب اینا هم بخشی از این جریانه. علل عموم وقتی نگاه میکنی، وقتی که مبارزه سوسیالیستی خواهد شد، اینا یه مانع بسیار بزرگ خواهند شد. اما در این دوره که الان برای مبارزه برای ضدیت با استبداد و به دست آوردن دموکراسی، خب جنبه های مثبت داره این جریان، ما منکر این نیستیم. اما در این حال نمیذاریم دوباره مردم رو دچار توهم بکنن. مردمی که سر قبر که میرن حالت رقص دارن، اون حالت سینه زنی و خودزنی و آخوند بیاد و قرآن بخونه و اینا نمونده. نمیذاریم اینا رو احیا بکنن اینا. بنابراین ما هم جنبه مثبتش رو نگاه میکنیم، هم جنبه منفیشو. دیگه رفراندوم در دل انقلاب کجا رفراندوم؟ رفراندوم جمهوری اسلامی تو ازش میخوای رفراندوم بکنه، یک هسته سخت قدرت هست در داخل این رژیم. اینا با قدرت ارتجاعی، قدرت به اصطلاح توحش خودشون رو نگه داشتن. کوچکترین باز شدنی به عنوان دموکراسی بگیم، وقتی که سانسور میکنن ویلگول هم سانسور میکنن. در دل این آوردن اینی که رفراندوم بکنیم و فلان فلان اینا دیگه، اینه که راستش وقتی بحث رفراندوم میکنن به نوعی پای غرب رو میخوان جلو بکشن. این غرب یا
دو دستن، یه دست مردمن بسیار شریفن، بسیار همدردیشون قابل توجهه، بسیار همدردیشون مختنمه، ولی اونایی که در رأسن اتفاقا چون این مردم همدردی میکنن با انقلاب ایران، اونا هم که میخوان رأی بگیرن دوباره فردا، به عنوان افراد و سیاستمدار اینا میان حمایت میکنن، ولی سیاست اصلیشونو اون سوپر میلیاردرها تعیین میکنن که دنیا رو به این لجن و فقر کشیدن. خب تو رفراندوم مطرح میکنی، لیبرالیسم اینا رو مطرح میکنی. ما باید متوجه نباشیم. دیگه این که من نمیخوام اینو چیز بکنم، آدم میتونه یه وقتی تاکتیک غلطی اتخاذ بکنه، خب بهشون توصیه بکنی اگه تاکتیک غلط اتخاذ کردی دقت بکن پترش بگیر. نه مقصودم اینه که به هر حال اینه که اینا ضد کمونیستن بدون چون و چرا. این ضد کمونیستا الان میبینن که نیروهای لیبرال و نیروهای ناسیونالیست و نیروهای پشیمان شده مذهبی که خدمت بزرگی به جمهوری اسلامی و تثبیت جمهوری اسلامی و حتی الان هم برای بقای جمهوری اسلامی کردن، اینا هم در میدونن، اینا خودشونو بخشی از این میدونن. ما گفتم ما در عین حال که هدف اصلی رو نابودی جمهوری اسلامی میدونیم و خوب همه اینا یک نوع وحدتی داشته باشن، علیه اون خوبه، اما دچار توهم نیستیم. به کسی میگیم خب این گامت خوبه، به کسی دوم میگیم یه ذره با هم میتونیم ائتلاف کنیم، به دیگری که کمونیست میگیم دست تو دست من بذار محکم با هم جلو بریم. یعنی مقصودم اینه که ما روشنه برامون، تجربه انقلاب ایران رو داریم، تجربه وحدت که خمینی میگفت وحدت کلمه رو داریم، ول کردیم براش اون بلای عظیمی رو که الان سر ما اومده، سرمون اومد. میتونست نیاد، میتونست چپ با کمونیستایی که انقلاب و بیشتر نیروی اینا بود، قیام و دقیقا اینا کردن، قیامی که سبب شد جمهوریت به اصطلاح حکومت پهلوی رفت، اینا کردن، ولی به دلیل همین توهمات چیز کردیم، باختیم. این باخت عظیم درس بزرگیه برامون. بنابراین اگه من جنبندی بکنم میگم خب اونایی که اولا ببینید من 43 سال تو این جنبش در جریان آخونده و فلان و فیلان، من شهزادین بزرگ رو دیدم، کسانی که از شهزادین حمایت میکردن دیدم، اینا آدمای بسیار شرافتمندی بودن، حتی طرفدار مردم کارگر و زحمتکش و قول خودشون تنگ دست بودن، اینا هم داشتیم. اما خب وقتی که رژیم اومد به همه حقوق داد. بخشی از اینا طرفدار ناسیونالیسم کردستانی هستن و موندن. خب به نسبت آخوندی که دولتی بود خب این مثبت بوده، یه گام بوده، ما همه اینا رو به رسم میدونیم. ولی وقتی که میان در برابر یک کمونیست قرار میگیرن، کمونیست هایی که زندگیشون و عمرشون و حتی جونشون رو کف دستشون گذاشتن، همیشه در صف اول مبارزه در همه جا بودن، یک لحظه به فکر لذت فردی، آرامش فردی اینا نبودن. وقتی که در برابر اینا قرار میگیرن حرفایی میزنن که نشون میده چه جوهر ضد کمونیستی دارن اینا. ما اینا باید بدونیم. پس جنبه منفی داره، جنبه منفی هم داره، مثبت هم داره. زمانی که زنان در روزهای اول به خیابون اومدن و روسری هاشون رو به عنوان نماد ارتجاع و رقص و پایکوبی در آتش سوزاندن، یعنی همین یکی از پایه های اصلی حاکمیت رو که مذهب باشه به لرزه در آوردن. و ما دیدیم که در چند روز پیش در هنگام به خاک سپاردن یکی از شهیدان جانباختگان راه آزادی و برابری، پدر یکی از این بچه های جانباخته بود که گفتن که اگر مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان میگه رفراندوم، ما در کردستان میگیم براندازی. و فکر نکنم که بتونن کاری از پیش ببرن. قطعاً این هسته اصلی قدرت فقط متکیه به زور دموکراسی که در دلش، ببینید دموکراسی که در دلش این رفراندوم اینا امکان پذیر باشه، اصلا با جوهر سرمایه در ایران جور در نمیاد.
من اینجا نمیخوام این توضیح بدم، فقط اینقدر بگم سرمایه‌دار ایرانی به اندازه نوک سوزن یک طرفدار دموکراسی نیست. و همین جهت هم خمینی اینا که سر و کار اومدن بلا فاصله شروع کردن به حمله به تمام نیروهای دموکرات و کمونیست و چپ و زن آزاده و همه اینا. جوهر سرمایه در ایران اصلا از دل دیکتاتوری 2500 ساله در اومده دیگه. اینی که انگلیسی اینا استعمار انگلیس و بعد امپریالیسم انگلیس اینا بارش آوردن جلو اومده. اهل دموکراسی و فلان فلان نیستن. اما اگه بهشون تحمیل کنی، مبارزه بهشون تحمیل کنه، خب ممکنه، یعنی ناچارن تن میدن به حتی انتخابات آزاد مثلا میگم که اصلا معنی نداشته در تمام عمر جمهوری اسلامی، ولی تن میدن. و همون هم ممکنه یه وقت تن بدن، الان وقتش نیست. و همون هم ممکنه تن بدن، ممکنه در شرایط دیگری اینم یک تاکتیک پیش رونده باشه، ولی الان پس رونده است. الان توهم درست کنه. الان تو رو از مبارزه‌ای که طبق حرف این بزرگوار پدر این جان باخته براندازی، تو میای میگی چیز میگی این رفراندوم، عقب میری دیگه، معلومه عقبه، معلومه به نوعی دفاع از جمهوری اسلامی. اینا ببینید من اطلاعات مشخص ندارم، ولی وقتی که نگاه میکنم به موضوعگیری ها عین خاتمینا صحبت میکنن. بخشی از اینا باید به لحاظ سیاسی به حسابشون آورد. کاری به افراد ندارم. ممکنه این فرد و اون فرد آدمای شریفی باشن، این فرد و اون فرد مبارز هم باشن، این فرد و اون فرد حتی علیرغم ایدئولوژیشون انقلابی هم باشن. به جریانشون کار دارم. در بهترین حالت بخشی از این اصلاح طلبان روزنامه جوان یکی از بخشای سپاه، چون سپاه هم تیکه تیکه دیگه، گفته ما این حرفای خاتمی، این موضع‌گیری خاتمی رو مثبت میدونیم، کمک بکنه خاتمی و ما هم کمک کنیم گفتگو رو در دل، برای اینکه به خطر افتادن گفتگو رو. خب اینا رفراندوم هم بخشی از این گفتگو هست. ما به عنوان براندازانی که تازه براندازی جمهوری اسلامی رو عنوان یک گام حساب میکنیم. گام بعدی نباید دولت بورژوایی باقی بمونه، نباید خمینی ها دوباره سر کار بیاد، نباید زندان ها رو دوباره تلمبار کنن از ما، بلکه حکومت مردمی شورایی. من اتفاقا اینجا میخوام یه توضیح بدم سر این کشته های، گفتن 56 نفرشون کشته شدن. ببینید مردم بخشندن، برای همین از شورای بعد جمهوری اسلامی به این میرسم. مردم بخشندن، مردم اینا بخش اینا رو، من شک ندارم جمهوری اسلامی اداره اطلاعات اینا اکسپایر شده بودن، یا اطلاعات زیادی داشتن، یا کارایی کردن، یا در مسیر خود در اومدن از اون دم و دستگاه پیوستن و مردم اینا رو کشتن. اینا کشتن. امکان نداره مردم یک خودفروخته رو بیارن لختش بکنن، بنزین بریدن، بخوان آتیشش بزنن. این امکان نداره. مردم ایران بسیار بخشندن. به کرات معلوم شده که یک بسیجی با موتورش اینا گیر اومده، نیروهای انقلاب بغلشون رو باز کردن برای اینی که یه وقت کسان، خب آدمای عصبانی زیادن، آدمایی که واقعا پر خشمن، به این صدمه نزنن. بنابراین یه شورای ما میخوایم سر کار بیاد با این روحیه و با این بخشندگی. اصلا اهل انتقام گیری نیست، بلکه به فکر آینده این مردمه، به فکر رفاه این مردمه، به فکر دموکراسی وسیع برای این مردمه. حذف استثمار که پایه تمام مصیبت های ماست و دولت بورژوایی که از استثمار به این میرسیم. برعکس آنارشیست‌ها فکر میکنن همه مصائب از دولت سرچشمه. نه، دولت رو برای اون حفظ اون استثمار درست کردن. اون عامل اصلی، اون مالکیت خصوصی عامل اصلیه. این شوراهای ما میخوان اینو بردارن. خب رفیق فریدون، زمان برنامه خیلی زمان نداریم. خب ما شاهد هستیم تقریبا میشه گفت در عرض 10-11 روز گذشته کردستان مدام و هر روزه در اعتراض و اعتصاب بوده.
و در طول 9 روز گذشته ما متاسفانه شاهد این بودیم که 42 نفر از معترضین عزیز در کردستان با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم جونشون را از دست دادن و شلیک عامدانه به گردن و سر انجام شده، برای اینکه خب قطعا اونا را از پای در بیاره، نه به قصد زخمی کردن، به قصد کشت زدن. و میبینیم که شهرهای کردستان چطور میلیتاریزه است و به صحنه‌های جنگ تبدیل شده و دیشب هم در بوکان از ساعت 9 شب تا 9 صبح حکومت نظامی بوده و اجازه ندادن کسی از خونش بیرون بیاد و یا تجمعی بیشتر از 2 نفر صورت بگیره. این همه خشونتی که در کردستان از طرف رژیم رو به معترضین و مردم کردستان اعمال میشه ناشی از چیه؟ خودشون میگن کردستان رأسه، سره، اومدن سر رو به اصطلاح از بین بزنن. متاسفانه اصطلاح غلط چیه؟ اصطلاح مشمئز کننده هم به کار میارن، میگن سر ما رو پهن میکنیم. یعنی اعتراف به رهبر بودن کردستان چپ، کردستانی که 43 سال تحت رهبری سوسیالیسم علمی، البته گرایش‌های دیگه هم بودن، ما منکر نیستیم، ولی این گرایشه که همه رو هدایت و رادیکال کرده. این کردستان رو میخوان این سر رو بزنن دیگه. اینی که شما به درستی اشاره میکنی به جانباختگان ما، زندان ها هم همین، یعنی ادامه این خشونت تو زندان ها میشه. فقط به CNN چیز نکرد، ما خودمون تجربه داریم، میدونیم اینا چه میکنن در داخل زندان ها. تو در خیابان و جلو مردم اینجوری میزنی میکشی، وای به حالی که آدم بی دفاعی تو اون تاریکستان، تو اون دخمه ها گیرت بیفته، تو که تمام دستاوردهای زندگی تو از این دشخیمید گرفتی. ببین چه بلایی سرشون میارن. و هزینه دادیم برای این رهبری و من پیش بینی میکنم که این رهبری با قدرت بیشتری بیرون خواهد اومد از این جریان. دیگه اینی که واقعا ما باید کوشش کنیم به دام اینها هم نیفتیم. نباید اینا کاری میکنن ما رو مثلا فرض کن به یه درگیری دودرس و فلان فلان بکشن، باید کاری بکنیم. البته همش هم از به اراده ما نیست وقتی که به تحمیل میکنه، ولی باید تلاش کنیم، یعنی بخشی از آگاهیمون باشه. ما باید کاری کنیم که با مردم ایران همه به طریقی پیش بریم که اون متزلزلین هم به میدون بیاد. نیروی انقلاب بسیار عظیم‌تر از اینه که من طبق آماری که یکی از نویسندگان، خانمی نویسنده است و چپ هم هست طبعا، تهیه کرده از روی یک نشانه ها و یک فوتوفن علمی، میگه 2 میلیون نفر هنوز در داخل این مبارزه هستن. ما مطمئنم بیش از 20 میلیون میتونیم به خیابون بیاد. 40 میلیونش هم در خیابون و در غیر خیابون، چون مبارزه فقط در خیابون نیست. یعنی مقصودم اینه که هنوز نیرومون میدون نیومده. ما باید واقعا دقت بکنیم در اینه که چطور برخورد کنیم به این رژیم. ما زمان میخوایم، این رژیم میخواد زمان رو از ما بگیره. این رژیم زمان براش مثل سم، ما زمان برامون رهایی بخشه. بنابراین کردستان خوشبختانه رهبر، خوشبختانه تجارب مبارزاتیشو به اصطلاح پیش آورده، به میدون آورده. اما همین کردستان باید کاری بکنه که زمینه فراهم بشه برای اومدن طبقه کارگر. طبقه کارگر مقصودم کارگر بی نامنشار نیست که الان میلیونیشون در خیابونن، نه، برای طبقه کارگر این زمینه رو فراهم کنیم اینا بیان. اون وقت میشه زمینه رو خوش کرد برای اینکه ما به ناچار به قیام مسلحانه باید متکی باشیم. ما روزی اسلحه های مردم بیرون خواهند اومد، روزی اسلحه ها از پادگان ها گرفته خواهد شد، به دست مردم خواهد رسید، روزی اسلحه ها از این مال سپاهی و پاهی اینا، این سپاهی ها در خواهند رفت، سرانشون رو میگم. بدبخت بقیه هم بیچارن، بدبختن. من مطمئنم مردم بهشون رحم خواهند کرد، وگرنه همه نابود خواهند شد.
اینه که فلان خونه رو آتیش میزنن فلان کار مردم نیست. مردم تاکتیک دارن، میرن رنگ میزنن به خونه یک خودفروش. این یه هشدار بدون هیچ خشونتیه. یا حد اکثر ممکن در آینده سنگی بندازن تو بالکنشون، تو حیاطشون. اینی که میرن آتیش میدن واقعا کار خودشونه. مردم سخاوتمندن، مردم بخشندن. بنابراین ما باید کاری بکنیم که این نیرویی که الان به میدون نیومدن به میدون بیان. به زمان احتیاج داریم. بله سپاسگزارم. خب زمان برنامه داره به اتمام میرسه. نکته خاصی دارین؟ من فقط سر تعظیم فرود بیارم در برابر این مردم شجاع، این مردم آگاه، این مردمی که این همه هزینه دادن تا حالا و با گرامی داشت یاد جانباختگان با خانواده هاشون همدردی کنم. بله رفیق فریدون، سپاسگزارم از حضورتون، از اینکه در استودیو امروز با من بودید و از حرفای بسیار زیباتون. امیدوارم که ما در آینده بسیار نزدیک شاهد ایرانی آزاد و برابر باشیم. امیدوارم. و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. دوباره دستای بارون داره میرقصه رو شیشه، تو باشی و من و بارون چه قوقایی به پا میشه. فرار از دستای سرما نداره واسمون کاری، من آغوش تو رو دارم، تو آغوش منو داری. من مثل سیاره ای ترسیده از گمراهی تو شب تیره تو آسمون قلبم ماهی ما کنار هم عجب منظومه میسازیم. من تو رویای پریدم تا خود آزادی تو شب موهای مشکی تو به دستم دادی. ما دوتا بوی سپید عاشق پروازی. یه شعر ناتموم بودم تو دنیامو غزل کردی، یه گنجشک زیر برف بودم که دنیامو بغل کردی. چه خوبه تو دل آشوب یکی آرامشت باشه، نترسی از خطر وقتی که دستات توی دستاشه. نگاه کن شهر خوابیده ولی بارون هنوزم داره میباره، میدونه قلب ما اینجا توی آغوش گرمش بیداره. نگاه کن عطر این بارون شبیه عطر موهاته، من اینجا زیر این بارون پناهم چتر موهاته. من مثل سیاره ای ترسیده از گمراهی تو شب تیره تو آسمون قلبم ماهی ما کنار هم عجب منظومه ای میسازیم. من تو رویای پریدم تا خود آزادی تو شب موهای مشکی تو به دستم دادی. آی ژینا آی مهسا،
سخن ز عاطفه های قشنگ باید گفت، سخن ز زیبایی که آفتاب درخشان جان زنده ماست. ستاره ها به تماشای عشق آمدند و باغ‌های انار بهار تازه تری را سلام میگویند. تو از کدام طرف آمدی به خانه من که شور شعر زنان زمانه‌ام با توست؟ سخن سرای صمیمی باغ ما، ژینا. من از تغزل مانای مردم گیلم، من از ترانه تابان جان کردستان. تمام هستی سرسبز عاشقانه من تو را صدا زده است و مثل زمزمه جویبار تابستان ستاره باران است. به رنگ اسم خودت هستی، به رنگ زندگی و زن، به رنگ زیبایی که همنشین سلام و کلام آزادی است. تو نیستی که ببینی چه آتشی به دل عاشقان آب زدی. جهان به جان جوانت پیام تازه نوشت و نام تو به سرود سپیده ها پیوست. تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی. İro geldi ki şerrecini, ezdekim kurti uramani, bimrine yare gella giunta, vigiye kintia popular. İro geldi ki şerrecini, ezdekim kurti uramani. امروز توده ها برای زندگی می جنگند. نیروی من را گرداریم، بساط کهن را بروبیم. مرگ بر دشمنان مردم، زنده باد دنیای نوین. برافرازید برافرازید پرچم آزادی را، برافرازید بگسلید زنجیرهای جور و ستم. برافرازید پرچم آزادی را. Bişkinin zincire zordariye, servraz gün, servraz gün, servraz gün ala azadi. Brandın digirteden aki, hatına mebdi sosyalizm, ve sibeji iro hoşturce.